وقتی در مورد موفقیت صحبت میکنی همه دوست دارن موفق بشن. کسی نیست که از موفقیت بدش بیاد. همه دوست دارن به خواستشون برسن. ولی وقتی موقع عمل کردن میرسه خیلی پا پس میکشن و میگن نمیشه، چون اونا خوب میدونن راحت نیست، باید بهاشو بپردازن، باید خیلی چیزها رو قربانی بکنن تا به خواستشون برسن. موفقیت دادنی نیست، به دست آوردنیه. اگر یک نفر یا چند نفر موفقیت بهشون داده شده، همه ما اینو متوجه میشیم که اونا به دست نیاوردن. یک نفر اونا رو به خواستشون رسونده و اون موفقیت واقعی نیست، چون خودشون واسش تلاش نکردن، عرق نریختن، زجر نکشیدن، خون دل نخوردن. ولی شما میخوای موفق واقعی بشی، موفقی که ریشه داره، قویه، محکمه. وقتی موفقیت به دست آوردی راحت از دست نمیدی، چون واسه زحمت کشیدی، کسی بهت نداده، خودت به دست آوردی، خودت به چنگ آوردی موفقیت رو و قدرش رو میدونی. تو مسیر موفقیت کسی نمیدوه، کسی راه نمیره، همه دارن سینه خیز میرن، آروم آروم پیش میرن. هیچ کس تو مسیر موفقیت نمیدوه، نه، همه سینه خیزن. و فراموش نکن، اگر میخوای زمین بخوری با صورت زمین بخور که جلو بیافتی. بعضی موقع توی زندگی هستش که من و شما فکر میکنیم عقب افتادیم، پیشرفت نمیکنیم، ثابت موندیم یا هدفمون رو واسه مدتی کنار گذاشتیم. چی کار باید بکنیم؟ پاسخ خیلی راحته، تو دوباره انجام بدی، همین الان دوباره انجام بدی، تصمیم بگیری که 100 بار دیگه انجام بدی. و بهت گفتم با صورت زمین بخوری که جلو بیافتی، سینه خیز بری ولی جلو بری، چرت و پرت از دیگران بشنوی ولی باز هم انجام بدی، دیگران مسخرت بکنن ولی تو باز هم انجام بدی، هیچ کس باور نداشته باشه ولی تو باز هم انجام بدی و خودت باور داشته باشی، خودت توانایی تو باور داشته باشی. اگر هیچ کس باورت نداره ولی تو خودتو باور داشته باشی، وقتش که انجام بدی، عمل کنید. ایمان دانشراد.